درود بر شما بیننده عزیز، خوش آمدید. آیا تاکنون از این موضوع هراس داشتید که یک سارق جیببر کیف پول شما را از جیب عقب شلوارتون در یک اتوبوس پرجمعیت یا یک قطار یا صف یک رستوران فست فود یا در یک پله برقی بزنه و تمام مدت دستتون روی جیبتون بوده و مراقب کیف پولتون بودید؟ شما با این عملتون توجهتون از دیگر مسائلی که دور و براتون میگذره محدود میشه. میدونستید راه حل خیلی ساده‌ای که میتونید بهش عمل کنید چیست؟ کیفتون رو اینطوری در جیب عقب شلوارتون بگذارید. ممکنه الان این سوال براتون به وجود بیاد که این مثال من چه ربطی به مسئله پناهندگی، بازپرسی در مقابل وزارت کشور یا بازپرس وزارت کشور داره؟ صبور باشید، در آخر فیلم خودتون متوجه خواهید شد. شغل اصلی من در کنار امور ترجمه زبانهای آلمانی و انگلیسی به فارسی، استادی مسائل امنیتی بر اساس قانون 34 قانون کسب و کار آلمان، پاراگراف 34 Gewerbeordnung از یک طرف و از یک طرف دیگه دیپلمه حفاظت اطلاعات هستم بر اساس موازین مرکز کنترل کیفیت دکرا در آلمان بر اساس قانون حفاظت اطلاعات فدرال دست Bundesdatenschutzgesetz. بازپرسی که شما در وزارت کشور ملاقات کردید یا ملاقات خواهید کرد که در مورد وضعیت پناهندگی شما تصمیم میگیره، توسط دو تا آدم آموزش پیدا میکنه. یکی آدمی مثل من، دومی توسط یک بازپرس قدیمی و کارکشته وزارت کشور که مدت زیادی هست در این کار هست. بنابراین ازتون خواهش میکنم به خاطر تجربیات حرفه‌ای من تا آخر این فیلم به دقت تماشا کنید و سعی کنید مواردی رو که مورد توجهتون قرار میگیره رو فراموش نکنید. مسئله اول این هستش که بازپرس وزارت کشور به موضوع پناهندگی شما چگونه نگاه میکنه. متاسفانه از اونجایی که در گذشته مشکلات زیادی به وجود آمده و پناهندگان زیادی دروغ‌هایی گفتند، بازپرس وزارت کشور الان بسیار مشکوک است و اگر قدیما شعارش این بوده که همه راستگویند تا خلافش ثابت بشه، الان شعارش این هست که همه دروغگویند تا خلافش ثابت بشه. بازپرس وزارت کشور به نوعی خودش رو سرباز کشورش میدونه که در سنگر و خط اول دفاعی قرار از اونهایی کشورش رو در مقابل اونهایی دفاع کنه که صرفاً به خاطر مسائل اقتصادی آمدن یا به خاطر اقامت یا تحصیل در آلمان آمدن. جور دیگری نمیتونن وارد این پروسه ها بشن و سعی میکنن که از مسئله پناهندگی در این زمینه استفاده و یا متاسفانه سوء استفاده کنن. برای همین بازپرس وزارت کشور سعی میکنه پناهجو رو با گفته های خودش بزنه و او رو در پروسه بازپرسی هل میده به طرف یک سری مخمسه روانی که پناهنده بدون اینکه خودش بخواد، چون آشنایی نداره، وارد معرکه های خیلی بدی میشه در مورد موضوع. حالا ببینیم متقاضی پناهندگی چگونه خودش به موضوع بازپرسی در مقابل وزارت کشور نگاه میکنه. متقاضی پناهندگی برای مسئله پناهندگیش یک داستانی داره که این داستان رو یا خودش ساخته یا اینکه با مشاوره کسانی ساخته که مثل خودش هستن، مثل خودش پناهنده هستن، یا احیانا با مشاوره کسانی ساخته که درسته مدت‌های زیادی در آلمان زندگی میکنن اما هیچ گونه آشنایی درستایی با زبان آلمانی ندارن، هیچ گونه آشنایی با قوانین جاری آلمان ندارن و مهمتر از همه اطلاعاتشون تحت هیچ عنوان به روز نیست. مثلا آخرین احکام دادگاه‌های اداری ایالات یا آخرین گزارشات وزارت امور خارجه در مورد کشور پناهنده. برای همین مشاوره هایی که پناهنده ها میگیرن، اگر از این دسته از آدم ها باشه، ما بهشون میگیم مشاوره کاذب و این آدم ها وقتی به پناهجو مشاوره میدن فکر این نیستن که دارن با زندگی یک انسان بازی میکنن. به هر تقدیر واقعیت این هست که داستان پناهندگی متقاضی تنها زیربنا و خاستگاه تصمیم گیری وزارت کشور است و یا اگر خدا نکرده پناهندگی متقاضی در جلسه اول بازپرسی رد شد، در ادامه این صورت جلسه بازپرسی
تنها خواستگاه تصمیم گیری قاضی دادگاه اداری ایالتی هست. مشکل اساسی که اینجا وجود داره و در برخی از موارد واقعا دیده شده این هستش که داستان پناهنده شبیه یک فیلم سینمایی ایرانی، هندی یا هالیوودیه و یادش میده که در مقابل بازپرسی نشسته که به صورت حرفه‌ای، اونم یک بازپرس آلمانی، به صورت حرفه‌ای و قانونی به داستانش نگاه میکنه. یادمون نره که این بازپرس ها به خاطر کارشون گوششون از این حرفا پره و خیلی از مسائل رو شنیدن که براشون امروز دیگه غیر قابل قبول و هست و نتیجه منفی و هر چیز. یک داستان خوب یا به اصطلاح داستان بازپرس پسند داستانی است که چارچوب‌های منطقی با مرتبط با واقعیت زندگی درش وجود داشته باشه. این چارچوب‌ها باید برای بازپرس قابل لمس و درک باشند. داستان شما نباید شخصیت شما را در داستان گنده تر از اونی که هست نشون بده و داستان شما نباید سوالات غیر منطقی برای بازپرس تولید بکنه که بازپرس خودش نتونه به این سوالات جواب منطقی بده و حتی اگر از شما سوال بکنه شما هم نمیتونید به سوالات او جواب منطقی بدید. برای همین هست که بازپرس وقتی این موارد رو مشاهده میکنه به داستان شما شک میکنه. از این جهت به عنوان یک برادر به شما پیشنهاد میکنم که داستان پناهندگیتون رو با 4 شابلون حرفه‌ای امنیتی و بازپرسی منطبق کنید: زمان، مکان، زبان، علیت. سعی کنید که داستانتون رو کارپچه کافی دقیق بکنید و اون رو با قبل از اینکه به بازپرسی برید با ذکر جزئیات روی کاغذ بیارید و بر اساس سرفصل‌های گذشته، حال و آینده اون رو تجزیه تحلیل بکنید. به طور مثال شما در گذشته به خصوصی در کشورتون زندگی می‌کردید و عرضم به حضور انورتون که یک زندگی به خصوصی هم داشتید. یک زمانی مشکلاتی باعث شد که شما در یک برهه مشخصی از زندگیتون با سیستم سیاسی یا چالش‌های اجتماعی یا مذهبی کشورتون درگیر بشید. این درگیری باعث شد که شما فقط به خاطر این درگیری‌ها از کشورتون خارج بشید و بیایید به آلمان و به خاطر گذشته یا وضعیت فعلی الانتون اگر دوباره به کشورتون برگردید با خطرات جدی روبرو هستید برای سلامتی خودتون یا خانواده‌تون یا فامیل درجه اولتون. من در اینجا عمدن نمیخوام همه تاکتیک ها و تکنیک های یک بازپرسی امنیتی رو برای شما باز بکنم، ولی فقط همینقدر گفته باشم چون الان این ویدیو رو خیلی ها الان دارن مشاهده میکنن و ممکنه بعضیا به این فکر بیفتن که حرفای منو به خودشون بچسبن به دیگران مشاوره بدن و نتیجه کاملا عکس باشه. اما همینقدر میخوام بهتون یک مقداری برای روز بازپرسیتون توصیه هایی بکنم که براتون خیلی خوب خواهد بود. اول این که در روز بازپرسی بازپرس به صورت نامحسوس حرکات بدنی شما رو زیر نظر میگیره، به این شکل که اول یه سری سوالاتی ازتون بکنه که کاملا ساده هستن: اسم فامیل، اسم پدر و مادر، برادر، قس الهازا و محل زندگی اونها. شما بدون اینکه متوجه بشید او داره حرکات بدنی شما رو زیر نظر میگیره. بعد یک سری سوالاتی از شما میکنه که شما مجبورید یه مقدار اینور اونور جواب بدید و زیر فشار قرار میگیرید. مثلا سوالهای مثل این که خب پاسپورت تو کجاست الان، یا اینکه از چه کشوری و چه کشورهای وارد آلمان شدی. اینجا هم حرکات بدنی شما رو زیر نظر میگیره و زمانی که او شروع میکنه و این سوال از شما کرد حالا دلایل خودتون رو برای اعلام پناهندگی در آلمان اعلام بکنید، دیگه میدونه که شما زمانی که راست میگید حرکت بدنیتون یا صورتتون چجوری هست، وقتی دروغ میگید حرکت بدنی و صورتتون چجوری هست. بنابراین مراقب باشید و این اخطار برادران رو از من داشته باشید. سعی نکنید روز بازجویی فیلم بازی کنید. مثلا بعضیا میگن اگر ما دستمون رو بذاریم روی میز این خیلی خوبه و دستمون رو حرکت ندیم، یا اینکه سعی نکنیم نگاهمون رو از چشم بازجو بدزدیم
این خیلی خوبه، یا اینکه بعضیا میگن باید با صدای آرام صحبت بکنی، عصا قورت بدی. اینها همش داستان عزیزان، هیچ کدومش رو هم تاثیر نداره. اگه از من میشنوید خودتون باشید، همون جوری که در زندگی عادی هستید، و از همه بهتر در روز بازجویی فکر کنید دارید با یک دوست خیلی خوبتون خیلی راحت صحبت میکنید. یه پیشنهاد دیگری که میتونم بهتون بکنم اینه که در روز بازجویی حتما قبل از شروع بازجویی از شما سوال خواهد شد که آیا حالتون خوبه امروز، میتونید مصاحبه بدید، بگید که خیر استرس دارید و خدمت شما عرض شود که حال روحیتون هم زیاد خوب نیست. یه مسئله دیگری که باید بهش توجه داشته باشید و این هم باز خودش نوع اخطار هست، ممکنه در برخی از موارد مترجم یا بازجو با شما خیلی دوستانه برخورد بکنن، بخندن و قص الهازا. خیلی مراقب باشید. شما با 2 آدم حرفه‌ای طرف هستید که دوست شما نیستند و تحت هیچ عنوانی فکر نکنید که الان با دوستان خودتون طرف هستید و به اصطلاح خودمونی بشید. یه ضرب مثل قدیمی ایرانی در زمان هخامنشیان و کوروش کبیر یادتون داره که میگه اگر روزی دندان شیر نر را دیدی، هرگز فکر نکن که شیر نر میتواند بخندد. پیشنهاد میکنم در روز بازجوییتون یا با وکیلتون که آشنایی به زبان فارسی داره یا با یک مترجم امین به بازجوییتون برید، چون همین مسئله باعث میشه که خدمت شما عرض شود بازپرس و مترجم وزارت کشور شما ها رو تنها گیر نیارن و چون شاهد در اونجا نشسته از حد قانونی خودشون تجاوز نکنن و بیجا زیر فشارتون نذارن. پیشنهاد میکنم که جملاتتان منطقی و هدفمند باشد. اگر یک چیزی را گفتید دوباره سعی نکنید همون چیز رو یه جور دیگه تکرارش بکنید که مثلا بخواید اون موضوعی که تکرار کردی روش بیشتر صحت بگذارید، چون بازجو و مترجم وزارت کشور هم مثل من و شما انسان هستن و حوصله‌شون بی حد و مرز نیست. پیشنهاد میکنم که به جزئیات داستانتون قشنگ توجه کنید و مثلا نگویید که طالبان 2 نامه تهدیدآمیز از زیر مغازه عکاسی من انداختن تو. بگید در اون نامه چه چیزی نوشته شده بود. مثلا اگر عکس‌های ما رو یا تصاویر ما رو برای اردوی ملی یا پلیس ملی تکثیر بکنی، چاپ بکنی که محل زندگی طالبان قدیما درش نوشته شده، هم خودتون میکشیم و هم زن بچه‌تون. یا اینکه مثلا خدمت شما عرض شود که وقتی که از شما سوال میشه که وضعیت ایمانیتون چگونه هست، نگید که بله من از سالها پیش مسیحی بودم و اینجا غسل تعمید گرفتم. چرا؟ چون به خصوص در این مورد بازجوها تاکتیک های جدیدی به وجود آوردن که در داخل بازجویی هست. یک برگه غسل تعمید الان دیگه دلیل پناهندگی مسیحی نیست، چون متاسفانه برخی از عزیزانی که حالا یا قبول شدن یا رد شدن با این مسئله خیلی بد رفتاری کردن و مشخص بوده که این موضوع فیلمشون بوده فقط برای گرفتن پناهندگی. پیشنهاد میکنم که 1-2 روز قبل از اینکه به بازجویی برید در مورد وضعیت کشوری که ازش اومدید، حالا از جراید، از فیسبوک، از دوستانتون آخرین اطلاعات رو کسب کنید. مثلا اگر کسی از شما سوال کرد خب مشکل شما برای زندگی کردن در کابل چیه، در کنار مشکلات دیگری که میگید بگید بله در همین 3 هفته اخیر داعش در کابل تو یک میدان بزرگ 2 انفجار انتحاری انجام داده که 10 نفر در اون به قتل رسیدن. یا مثلا در ایران الان از توی پارلمان ایران، مجلس ایران، بحث اشد مجازات برای ارتداد مطرح هست برای اون کسانی که ایمانشون رو عوض کردن، مذهبشون رو عوض کردن و مثلا ممکنه که در آینده واقعا مجازات یک مسیحی، نوع مسیحی در ایران اعدام هم باشه. خدمت شما عرض شود که پیشنهادها زیاد هستن، اما فرصت ما برای این فیلم در فیسبوک خیلی محدود هست. حالا اگر موضوعی به نظرتون رسید که من در این فیلم مطرح نکرده بودم میتونید در پیام خصوصی از خودم سوال بکنید. اگه یادتون باشه من در آغاز فیلم مثال سارق جیب‌بر و کیف پولتون رو زدم. واقعیت اینه که اگر ما کیفمون رو با یک تغییر جزئی
به این شکل در جیب اون بذاریم، هیچ سارق دیگه قادر نخواهد بود جیب ما رو بزنه. به همین شکل اگر داستان پناهندگی ما در مقابل وزارت کشور توسط خودمون چک بشه و به جزئیاتی که داخل اون هست نگاه دقیق تر بندازیم، میبینیم که در این داستان اون جزئیاتی وجود دارن که ما اونها رو جدی نمیگیریم، اما همین جزئیات میتونن باعث قبولی یا متاسفانه ردی ما بشن. بنابراین به داستانتون از دید خودتون نگاه نکنید، بلکه از دید یک بازپرس به داستانتون نگاه کنید. چرا؟ چون زندگی واقعی یک سناریو یا یک فیلم سینمایی نیست و پایانش ممکنه یه چیزی دیگری باشه. سپاس از شما و پیروز و موفق باشید. در پایان با هم دعایی داشته باشیم. خداوندا شکرت میکنم به خاطر بینندگان عزیزم. از تو میخوام که به تمام این عزیزان یک زندگی پر از کمال، پر از شادی و پر از ثروت عطا کنی. ترس های اونها رو بگیر، مریضی هاشون رو بگیر، به جای اینها به اونها راحتی و کمال و شادی عطا کن. در نام مقدس خداوند عشق و محبت می‌طلبم. آمین. سپاس از شما برای توجهتون و تا برنامه بعدی. برادرتون رضا، برلین، جمهوری فدرال آلمان.